ما در یک زمانی زندگی میکنیم که دسترسی به عالم برای ما خیلی آسان شده است و این دسترسی ها رو برای ما من همین قطعه 4 کنجه تشکیل میکند. ما در یک نشست از دوشنبه ایستاده میتوانیم با تمام نقطه های عالم رابطه کنیم، صحبت کنیم، همدیگر رو بینیم و همچنان میتوانیم از عالم بزرگ اینترنت توسط یک قطعه 4 کنجه که شاید 200 گرم وزن ندارد بهره ور شویم. تلفن همراه. موضوع امروزه ما من همین تلفن همراه است. درود به شما بینندگان، باز هم برنامه ماست و من مریم دولت و با شما هستم در برنامه تلویزیون سفینه. تلفن یک چیزی است که امروز همه از اون شکایت میکنن ولی کسی از اون دل کنده نمیتونه. همه 15 سال پیش حالت تماما دیگر بود. 20 سال پیش شاید یگان تلفن داشتن. 30 سال پیش درباره این چیز هیچ کس تصورات نداشت. ما تلفن های خانگی داشتیم که در بند بسته شده بودن. ما اون رو جای دور بردن نمیتونستیم. ما خودمون پابند یا اون تلفن بودیم، از تلفن میشتیم. اگر که بسیار حوصله کرده تونستیم، اگر بندش دراز کرده باشه میتونستیم از دالان به خانه بریم یا که از خانه به دالان بریم. همین قدر. ولی این تلفن شب و روز در بغل شماست. به قول یک شاعر ما عبدالله رهنما، تلفن اجل من شب و روز در بغل من میگه. واقعا و به این دیگر زندگی کردن نمیتونیم. پس اگر زندگی کردن نمیتونیم چرا گله میکنیم؟ چرا میرنجیم؟ زیرا واقعا همه چیز در عالم دو طرف دارد. منفعت دارد و هنگامی که از معیارها بیشتر استفاده کرده می شود ضرر هم دارد. در برنامه پیشتر گفته بودیم اگر کتاب را نادرست خوانید، روشنی را خوب استفاده نبرید، از معیار زیاد خوانید، چشم شما خیره میشه. اگر اطلاعات خیلی زیاد شود معنا را حذف کرده نمیتوان. چه رسد به این تلفن که باز موج ها هم دارد. بعضی ها ما رو میترسانند که موج ها به مغز ما تاثیر میرسانند، ما رو بیمار میکنند. بعضی ها میگویند که خطر ندارد، این موج ها همون قدر هستند که برای انسان بی ضرر باید باشند. پس استفاده از تلفن شکل درستش کدام است؟ البته همون شکل فونکسیونالی میگن، شکل با ثمر، اون رو در دایره همون هنری که دارد استفاده بردن همون قدری که برای ما لازم است. ولی خطر زیاد برای کودکان است. ما همیشه هنگامی که درباره تلفن و کودک صحبت میکنیم یک تشویش داریم. زیرا کودک به این عالم چون ورق سفید می آید و هر چیزی که نخستین میبیند در سالهای اول زندگیش از آن بسیارتر استفاده میبرد، همون عادتش میشود. آدم کلان میتواند عادت بد رو تا اندازه سرشته کنه اگر ما وابستگی خودمون رو به تلفن همچون عادت بد بها بدهیم. ولی برای کودک مشکل است. علم روانشناسی امروزه حتی میگن که به کودک تا 3 ساله اصلا شیرینی ندهید. زیرا شیرینی هم به معنی او تاثیر وابستگی رو به وجود می آورد و کودک اون غذاهایی که باید خورد برای جسمش اون رو نمیخورد. شیرینی اشتهاش هم میبندد. برای رشد هم جسمانی کودک و هم برای رشد معنی او شیرینی وقتی که با شیرینی وابستگی پیدا میکند خیلی ضرر میکند. تلفن هم عیناً همین تاثیر رو دارد. بعضا خودم شاهد میشم، شاید همه شما هم دیدید، کودک 3 ماهه یا 4 ماهه گریه میکند، مادر جوان کاری دارد یا وقت ندارد با کودک مشغول شود یا گمان میکند که این بی ضرر است، تلفن رو در میتید یا اون چیزا در خونه و یک مردم یک مولت فیلم است یا اون صورت است اونجا روبروی کودک میماند، میره و دست پیش تلفن کودک دختر و باور دارد که کودکش بی خطر است. خب من درباره موج‌ها هم هنوز شخصا من اطلاعات کافی ندارم و من یگان عالم فیزیکدان معتبر نگفته است که همین 100% بی ضرر است. پس میتواند ضرر داشته باشه. این یک چیز است. ولی ضرری که بر روان کودک میرساند این همون وابستگی شدیدی که پیدا میشود. یک چیزی که تلفن خطر دارد، مثلا تلفن و حتی بعضی متخصصان امروز میگن که تماشای زیادی از معیار زیادی فیلم های مولتیپلیکاسیونی، فیلم های تصویری برای کودک های تا 3 ساله و حتی بعضی میگن تا 5 ساله اگر از معیار زیاد باشد ضرر دارد. زیرا کودک با همون صورتک های تیز حرکت معنیش عادت میکند
و او چیزها رو دیگر رو در سرعت حرکت میانه و معیاری قبول کردن نمیتونن. و تصور کنید که انا همون چیز رو، همون فیلم تصویر رو شما از این تلفن خردکک نشون میدهید. تلویزیون خیلی کلان است، حجمش کلان است، خیلی کلانتر هم است، میانش همین قدر است. یک خانه عادی میتواند یک تلویزیون خردکک همین قدر داشته باشد و همون مولتی که اونجا تماشا میکنه، تصویر که اونجا میبیند، در اونجا از تلویزیون خیلی دورتر میشند، چشمش ضرر کم میبیند و هنگامی که میبیند کلان میبیند اون رو و حجم اندازه طبیعیشون تا اندازه نزدیکتر میبیند. و از بس که در این دوره تشکل یابی فعالیت معاینه کودک است، این چیز خیلی مهم است که او رو چگونه میبیند. حتی کودک 3 ماه و 4 ماه میتواند با این پیوست شود و ما در اینترنت بسیار میبینیم که از دست کودک تلفن میگیرن، کودک غش میکنه. کودک برای خوراک غش نمیکند، برای بغل مادرش غش نمیکند، برای تلفن غش میکند. این علاقه نشان دهنده خیلی ناخوب است. او با تلفن اعتقاد زیاد پیدا کرده است و کودک کلان ترک میشد، با تلفن دوده میشود، وابستگی باعث آن میشود که او بازی های مقرری که برای جسمش، برای رشد معاینه‌اش کمک میکنند و ضرور هستند، بازی های رشد دهنده میبینند، او این بازی ها برای این بازی ها دیگه شوق ندارد. شما کودک نمیتونید در سر میز شرونید کاغذ قلم تید گوید که رسم کش، برای او تلفن لازم است. با او گفتن نمیتونید که از بازیچه هست که هرچی میسازن خانه‌چه میسازن خانه‌چه بساز. کودکای ما که در حول قم بازی نمیکنن، لای بازی نمیکنن، بهترین بازی بود قم بازی، لای بازی، اگر هوای تازه باشد، خشک باشد. ولی در هر صورت کودک از همه اینها دست میکشد و مادران جوان بی تجربه در اکثر موارد خودشان بیخبر این کار رو میکنند و کودک رو به تلفن وابسته میکنند. اگر تلفن رفت و کودک به هر حال وابسته شد، چی باید کرد؟ سوال خیلی مشکل است و اکثر پدر و مادران این سوال رو میدهند و از بس که توصیه ها رو نه همیشه پر استفاده میبرند، نمیتوانند از کودک رو از همین حالت برارن. کودک نوراست علاقه قدم به قدم، کودک شما هر روز کلان میشود و هر روز حالتش دیگر میشود، ولی مناسبتش با تلفن شدیدتر میتواند باشه. پیش از همه هنگامی که کودک از شما تلفن طلب میکند، کودک خردسال، از اول ندهید. و کودک تا 5 ساله تلفن رو اصلا در دستش دادن شاید شرط نباشد. مسئله اصلا اساسی همین یک استراتژی عمومی داشتنی اعضای عائله است. اگر من گفتم که تلفن رو نمیتیم، پس باید اعضای دیگر عائله هم نتید. مادرش نداد، مادر کلانش هم نتید، پدرش هم نتید. اگر یک نفر من کرد، این باید معنی دست جمعی باشد و کودک داند که این دیوار آهنین رو رخنه کردن نمیتواند و شما با گریه، با دلیابی، با تبسم به گپ در آوردن نمیتواند. و هر قدر که شما این رو جدیتر همین دیوار رو نگاه دارید، کودک آهسته آهسته از این حالت میبراید. این تلفن بازی واقعا برای کودکان یک عادت بد است و هر یک عادت بد اگر بالاش کوشش کنید، شما از آن میتوانید کودک رو خلاص کنید. یک، شما کودک رو از تلفن محروم کردید، گفتید تلفن نیست. خوش، این یک اصول است، من کردید. ولی با عوض این تلفن، وقتی که با تلفن میگذران، با او چیز دیگری باید بدهید. شما با او بازی میکنید، خودتان بازی میکنید. برای کودک وقتی که آدمان کلانسال همراهش بازی میکنه، خودی بازی شوق انگیز میشود. برای کودک خودش به همون عملیات به هنوز بها دادن نمیتواند، ارزش اون رو نمیداند. ولی که شما تصور کنید که و کودک روان میکنید راه خانه چسوس و یا خودش به تنهایی شاید، کودک‌ها هستن که میتوانند، کودک‌ها هستن که خودر طاقت ندارن. شما همراهش بشینید، همون خانه چه رو بسازید. اگر مشکلی داشته باشد کمک کنید، اگر مشکلی نداشته باشد یک لحظه برگردید به عالم کودکی خودتان. شما هم کودک شوید و همراهش بازی کنید. شما دو برد میکنید، یکمش کودک رو از تلفن تا اندازه میکنید، دومش کودک رو با عالم واقعی، با عالم زنده برمیگردونید. و اگر خودتان هم با اون عالم کودکی خودتان برگردید، شما خیلی حلاوت زیاد میبرید، عصب خودتان آرام میشد. و چیزی بسیار مهمی دیگر در اینجا، پیوند روانی شما با کودکتون خیلی قوی میشه. اگر پیوند روانی پدر و مادر و کودک قوی نباشد، بعد چند یک مدت دیگر گپتون با کودکتون نمیگذرد. پدر و مادرها بسیار شکایت میکنن. کودک 3 ساله گپ من نمیگیرد، 5 ساله گپ من نمیگیرد. گفت درباره 15 ساله دیگر گپ نیست. آنها اصلا آدمان مستقل هستند. حتی در بعضی حالات دعوا میکنن که
اگر خودشون در دستشون تلفن داشته باشن با تلفن من نرسه، تلفن من با کاردار نشود، این تلفن من عالم شخصی من است. حالا که از روی قانون ما میدونیم که تا 18 سالگی فرزند پدر و مادرش مسئولی هستند و اون نورسانی که گپ میگن اصلا کار درست هم نمیگن، خودشون اطلاع ندارن. من نمیدونم چه و با این گونه مشکلات از بس که به ما مراجعت میکنن. یعنی تلفن میتواند و با فرزندان هم همینه، تلفن با همین شرط دادن لازم است. تلفن ها یک خدمت خوب دارن، نظارت والدان. شما برنامه رو فعال میکنید، اگر فعال نباشد بارگیری میکنید و کودک در دوام یک شبانه روز یک دوره معین فقط استفاده کرده میتونه. مثلا شما 3 ساعت اجازه دادید برای برنامه معین کردید، بعد 3 ساعت تلفن کودک شده نمیشه. من گفتم که تاثیر میکند به شرطی که شما به عوض از چیزی دیگر ندادید. اگر که کودک کلان سالتر است و شما میکنید میتونید در همین شکل، در شکل نظارت والدان بدهید کودک. تلفنی که کوری کودک است، تلفنی که در مکتب استفاده میبرد، شرط نیست که اینترنت داشته باشد. دیروز یک کودک نوراس من صحبت کردم، گفتم که برای تو اینترنت چه لازم است در تلفنت؟ کودک 13 ساله گفت که ما در اونجا چت داریم با همسنفا، اونجا روبرو میشویم. گفتم ما هم چت داریم، من با همکارم چت دارم که اونجا بعضا صحبت‌های خاصه کوری خودمون میکنیم، ولی این همکارای من دربار من هر روز نیستن. بعضا میشود که اینا در کشورهای دیگر هستن، بعضا هر کس در جای کار خودش است. ما اونجا بعضی نقشه هامون، بعضی صحبتامون، بعضی مصلحتامون میکنیم برای که روبرو شدن نمیتونیم. تو که هر روز همصفات میبینی، برای تو چت چه لازم است؟ یک لحظه فکر کرد، خندید. یعنی عقل خودش گرفت که چت لازم نیست. اگر که با کودک استفاده برای درس خوانش، برای از خود کردن یگان موضوع، بعضا در مکتب ها با کودکان مکتب خون رفرات ها می نویسند، یک وظیفه مشخص دارن که از اینترنت استفاده کردنشان لازم. در این مورد شما میتونید تلفن اینترنت داری خودتون تیید که من جای در کاری پیدا کن و میکوچونی، یا که در خونه اگر کامپیوتر باشد بگذار اینترنت در کامپیوتر استفاده برد. اونجا هم ضررش کمتر است، برای که کامپیوتر هم نظر به تلفن کلانتر است، چشم کودک کمتر آزار میبینه و تلفن کامپیوتر هم از در مورد استفاده از چشم ما دورتر است. بین مثلا فاصله چشم و کامپیوتر تقریبا نیم متر زیادتر است. بین فاصله تلفن و چشم ببینید چقدر است، 10-15 سانتی متر است و چشم خیلی خیلی از این اذیت میبینه. حاضر ما کودکایی که عینک میپوشن از بعضی معلوماتو بیشتر شده است. و یک چیز بسیار مهم است که پدر و مادران همین چیزها رو با کودکان هر سر چند وقت باید بگویند و تاکید کنند. پیش از اون که تلفن رو بدهند، علاج واقعه رو پیش از وقوع باید کرد. و کودک یک عادت دیگر دارد، پدر و مادران با تجربه اینا میدونند. کودک با یک بار گفتن گپ شما قبول کردن نمیتواند و فراموش میکند، خودش رو کندن نمیتواند، مشکلات دیگر پیدا میشه. و شما از این رو از تکرار کردن مانده نشوید، دلگیر نشوید. بسیار وقت پدر و مادر هم خیلی شکایت میکنن، این 100 بار گفتم، از گفتنم مانده شدم. شما 100 بار نگفتید، خواهد 5-6 بار گفته باشید. به حساب کنیم اگر هم 100 بار نیست، ولی اگر در کار باشد بهتره شما 100 بار بگویید تو که همون عمل حاصل شود. این یک چیز است. و چیز بسیار مهمی دیگر آن است که شما فرزند معتقد کرده توانید. باید برای این شما باید دلیل و برهان‌های داشته باشد که عقل بچه شما که در کدام سن سال باشد موافق عقل او باشد، دلیل برهان‌هاتون و اون کودک قبول کند. یک چیز دیگر در استراتژی منع کردن این یا اون چیزها برای کودکان این همون است که اگر که گفتید از گپتون نکردید. اولش گفتیم که همه اعضای عائله باید یک گپ باشن. دویمش اگر که من گفتم تو امروز دیگه تلفن نمیگیری، اگر باید کودک خودش مورچه کنه، گریه کنه. و کودک ها هنرها زیاد دارن، کودک ها استعداد خیلی زیادی شما رو در گپ در آوردن دارن. یک خلاش میگه که من همه کار خانه میکنم، من با تلفن تید. یک نفر دیگرش میشیند غش میکند، پوچک بازی میکند، گریه میکند، گوش مینتون کار میکند، بعد دلبزن میشه. شما سر قهر میگید ای ما گیر، شما دوباره هم خیلی کرده تمام گپتون در کودکتون نمیگذارد. پیشکی میگید که گریه میکنی، قهر میکنی، نان نمیخوری، درسات نمیخونی، کار خدا. گفتم تلفن نیست، تلفن نیست. و اینجا شرط است تا آوازتون بلند کنید. معتقد خودتون از اینجا معتقد باشید، باور باید داشته باشید که شما تلفن نمیتید. اخلا همین روز نمیتید. یک چیز دیگر است گفتم که میتونیم از روی وقت ما نظارت کنیم. یک چیز بسیار مهمی دیگر است وقتی تلفن رو به دست کودک میتید، خصوصا تلفن اینترنت رو.
نظارت کنید که وای چه تماشا میکند. حتی اگر در کامپیوتر هم باشه نظارت کنید. نه همه فیلم های تصویری از نگاه سن سال موافق شاید کودک شما باشن. حتی فیلم های تصویری در وقت در تلویزیون ها نشون میدن اونجا هست از 0 سر میشه 0 پلوس، یعنی همه کودک‌ها میتونن تماشا کنن. بعد 6 پلوس است، یعنی کودک‌ها از 6 سال بالا میتونن تماشا کنن. و اگر که شما ندونید که این فیلم تصویری موافق سن سال کودک شما هست یا نه، اقلا مضمونش ببینید که گپ درباره چی میرود و چه چیزی فایده‌ناک برای سن سال کودک شما داده میتونه. در خاطر نگاه دارید که هر چیزی که توسط تلفن یا تلویزیون یا کامپیوتر کودک تماشا میکند از بس که برای شوق انگیز است به فیلتر از خود میکند و بعد شما حیران نشوید که کودک دو روزه شما در روی شما گپ میگرداند، هنگام با شما زدن پشت زمین میزند، مشتش بالای میز میزند، استهزا میکند. شما یک بار همه دید که وای چه تماشا کرد. این قهرمانی همون فیلم های دوست داشتهشان همین گونه رفتار میکنن و برای کودک این نمونه رفتار است. و اگر که این تماشا توسط تلفن باشد که تلفن قریب در درون چشمش در آمده است، اگر از اون ضررها باز این ضرر هم کودک شما میبیند. گمان نکنید که همون چیزی که خودتون یافته موندید همون تماشا میکنن. کودک‌ها بسیار زیرکن، خیلی زود از خود میکنن تکنولوژی داخل تلفن. شما به در سر تلفن شنوندید یا در سر کامپیوتر شنوندید گفتید که من همین تماشا میکنید. شما بیرون برآمدید، شما خاطرتون جمع، کودکتون در حالت بی خطر است، هیچ کار دیگر نمیکند، نمیغلطد، نمیپرد، هیچ چیز نمیشکند، هیچ چیز نمیریزاند. اول جناب خانتون زنید. شما برآمدید، کودک چیز میخواسته که خودش مییابد. کودک دوست می‌دارد گفتن، و طبیعتاً کوچکو است. و کودکان شما رو میتونن خیلی آسان فریب کنن. من همین تماشا میکنم. شما باور کردید. میگه کودک من دروغگوی نیست. ولی با کودک میتونه چیکار کنه. شما از در برآمدید و میکوبد چیزی برای خودش عجایب تر میمونه تماشا میکنه. برای همین اینجور نظارت باید چیزی جدی باشه. یعنی تلفن چی؟ ما باید معیار استفادهش دونیم. ما دونیم که در کدام سن سال با کودکان دادن ممکن است یا نه. ما باید نظارت کنیم که چی رو تماشا میکند کودک از تلفن و خطرهای تلفن را با کودکان همیشه خود رسان کرده استیم. هر قدری که صحبت شما آرامانه تر باشد، بی جنگ و جنجال باشد، همون قدر تاثیرش زیاد است. و شما وقتی که کودک با کودک نصیحت میکنید یا مصلحت دادن میخواهید کودک، در اینجا خیلی مهم است که شما این عمل رو در حالت آرامی به سر زدن کانفلیکت کنید. وقتی کودکتون شما دروغ گفت، وقتی کودک تلفن از کیسه شما از سمکه شما گرفت، به اجازه شما استفاده برد، در سر قهر شما هر چیز میتونید گویید، ولی باور کنید که تاثیرش کمتر است. کودک اینجا اندیشش به طور دیگر است. میگه که مادرم قهر کرد یا پدرم قهر کرد، باید کاری کنم که قهرش نبیاید. باید نمیگوید که کاری کنم که تلفنم استفاده نبرم. و ریاکشنش ما در همین میبینه که من به دست افتادم. اگر که مادرم نمیدید من جنگ نمیکرد. باید نمیگوید که تلفن رو باید نمیگرفتم. در اکثر موارد باید کودکان پنهانی گرفته در یک کنجک روز با استفاده بردن از همینجا سر میکنن. یک شما اگر تلفن نخواهید دادن پیشک شنونید گوید که دخترم پسرم این تلفن برای من اسباب کاری است. من با این کار میکنم. من به همکارم زنگ میزنم، من از این کتاب میخونم، من بعضی چیزهایی که برای کارم ضرور است از در این میگیرم و توسط این من میبرم در جای کارم و استفاده میبرم. ولی برای تو چی لازم است تو با من گو. اگر با همسنفو باشد هر روز همسنفوتون رو میبینید. اگر برای درس تیار کردن باشد تلفن کردن ضرور باشد، بیا از تلفن من زنگ زن. مثلا میشود که هر طلبه روزنامه‌اش پر نکرد یا که پر کرد و درست پر کرد غلط برآمد از کتاب همون صحیفه نیافت. اینها هم یک حیات اجتماعی خودشون دارن. این چیز باید باشد، این جایگاه نیست. و میخواد با همسنفش بپرسن از تلفن شما استفاده برن. شرط نیست که ما با همه کودکان از آغاز سرکرده تلفن بخریم. تلفن کودک در یک مورد بسیار مهم است. وقتی که کودک تلفن همراه دارد شما او را آسان مییابید. در همینجا تلفن میتواند کودک داشته باشد. این کودک تخمینا 8 ساله 10 ساله که استفاده از تلفن می‌دارد و آن هم باز همون نظارت والدین در درونش باید باشد. اگر با کودک شما قاعده های استفاده تلفن فرموده باشید
میتوانید تلفن بدهید، ولی باز هم با همون نظارت که چقدر وقت استفاده میبرد. بعضا در درون تلفن ها خود تلفن بازی ها دارد. اگر بازی ها بی خطر باشد، شما ببینید بازی ها تلفنی برای کودکانی که بیقرار هستند یک خدمت کردن میتوانند. در تلفن خود در کامپیوتر آنها ششتن را یاد میگیرند. آنها آرام ششتن یاد میگیرند. زیرا کودک بیقرار ششتن نمیتواند. بعضی بازی ها هستند که برای رشد معینه کودک کمک میکنند. شما این گونه بازی ها رو پیدا کنید. مثلا اونجا کراسورد های عجیب هستند. کودک توسط پر کردن کراسورد از بس که از در کاغذ براش عجیب نیست، در تلفن عجیب است، میتونید 10-15 دقیقه یک کراسورد کشید، میتونید دو کاسه شده کراسورد حل کنید. یا که با کودک بگید که من همین جای خالی رو حرفای ضروری رو افتادم کلمه حاصل شود برای رشد معنیش این کمک میکنه. یعنی اگر که ما تلفن رو همچون یک اسباب ضروری اعتراف کنیم و خطر و منفیتاش برای خودمون و برای فرزندمون مشخص کرده توانیم، همین چند مسئله که اینجا گفته شد، این مسئله به شما کمک میکنن که کودک رو با وابستگی تلفنی گرفتار نکنید و اگر که گرفتارم شد از اون برارید. یعنی با جای اون چیزی داده توانید و خودتون هم همین قاعده ها رو رعایت کنید. اگر خودتون 24 ساعت در سر تلفن نشسته بازی کنید، شما با کودک گفتن نمیتوانید که با تلفن نچسب. این با اون مانند است که پدر خودش سیگار میکشد و پسرش میگه که سیگار نکش. زیرا کودکان در اکثر موارد از طرز رفتار ما تاثیر بیشتر میگیرند نظر به گفتار ما. در مورد استفاده تلفن هم همین چیز است. خود شما کوشش کنید اگر وابستگی داشته باشید از اون خودتون رو برهانید. با کودکان هم نشان دهید که شما میتوانید وابستگی داشتن برآمدن. و اگر که کودک شما رو دور دراز در سر تلفن ببیند، که شما مثلا با کار مشغول هستید، کتاب میخونید اونجا، میتونید بگید که دخترم پسرم من کار کرده استودم. من این شبکه اجتماعی است، من عضو این شبکه هستم، من در اینجا بعضی چیزها هست که ما باید بین خودمون رد و بدل کنیم. یعنی من کار کرده استودم که برای زندگی ما، برای رشد معنی من، برای حالات دیگر ضرور است. وقت گذرانی بیهوده نیست، این وابستگی نیست. با این اصول ما میتوانیم مسئله مناسبت خودمون با تلفن و مناسبت فرزندانمون رو با تلفن در یک حالت معیار جابجا کنیم. از بعد تلفن برآمده نمیشود، ما دیگر این رو اینکار کردن نمیتوانیم. امروز اگر خودمون به تلفن از خانه برآمدیم، ناآرام میشویم، گویا که یک بخش بدنمون اونجا مونده باشه. پس اگر چنین از تلفن با ما اینقدر ضرور است، طرز استفاده شاید بگیریم. چون که ما استفاده کارد میدونیم، چون که ما استفاده قیچی رو میدونیم. کارد یک اسباب خیلی خطرناک است، میتواند کارد قاتل باشد، میتوانیم ما دستمون رو بریم اگر احتیاط نکنیم، ولی میتواند کارد جراح باشد که جان یک کس رو بخرد، میتواند کارد آشپز باشد که غذای خوب پسند. تلفن رو هم میتوانیم همین گونه استفاده بریم، منفعت هاش رو از خود کنیم، از ضررها خودمون رو ایمن داریم. این بود یک صحبت مختصر اطراف منفعت و ضرر تلفن، چگونه ما از ضررهای تلفنی خود رو ایمن داریم. آباد باشید تا صحبت دیگر در تلویزیون سفینه.